جنگ ما به خاطر منافع فردی، گروهی، حزبی، سمتی، قومی نیست. جنگ ما برای بقای یک ملت، یک دولت، یک نظام، یک سیستم و یک فکر است. مردم دیگه عقبگران نیستن. دیگه کسی نمیتونه به زور شلاق، به زور تازیانه اینجا حکومت کنه. مرد و زنتان قسمی که ثابت کردیم، از این پیشتر برای دفاع وطن استاد شدیم، بعد از زیادتر متوجه می باشیم و با اراده آهنینتر و محکمتر کار خواهد کرد.